سلام دوستان، من جاویدی هستم. در روز 13 ماه نوامبر، در آخرین روز هفته، با تحلیل اونس جهانی که امروز صبح طلا همچنان بالای نرخ حمایتی 1862.9 و ناحیه تقاضای ما در حال حرکت است و خیلی جالبه که قیمت اونس جهانی بالای میانگین متحرک 9 داره حرکت میکنه که در واقع میانگین متحرک 9 مثل دست قیمت رو روی خودش داره حرکت میده. نوسانات طلا در آخرین روزهای هفته به نسبت و در واقع در مقایسه با شروع هفته، یعنی روز دوشنبه، نوسانات ناچیزی رو داشته. دلیلش چی میتونه باشه؟ از نظر فاندامنتال دو جریان خلاف جهت هم وجود داره. ترس از ریکاوری اقتصادی به دلیل افزایش موارد جدید مبتلایان کووید 19 و در جهت دیگه خوشبینی سرمایه گذاران نسبت به تحولات واکسن کرونا است که فشار دو سویه رو داره وارد میکنه به اونس جهانی. خب سهام های آسیا هم امروز صبح حالت رنجی رو داشتن و الان در حال صعود هستن و این نشون میده که سنتیمنت بازار در آخرین روز هفته مثبت هست. خب شرایطی که روابط چین با استرالیا داره و قرار شده روابط تجاریشون به حالت عادی برگرده، با توجه به اون طرف‌هایی که چین برای استرالیا گذاشت، میدونیم که چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا هست و بزرگترین خریدار محصولات و صادرات استرالیا هست. پس اختلافی اگر بین استرالیا و چین به وجود بیاد از لحاظ تجاری، این میتونه سهام‌های آسیا رو نزولی بکنه، ولی فعلا خوشبین هستن نسبت به روابط استرالیا و چین و همین مسئله باعث شده که سهام‌های آسیا صعودی باشن و صعودی کار رو به پایان برسونه در نشست معاملاتی آسیا. قیمت طلا هنوز نتونسته نزول روز دوشنبه رو به طور کامل یا حداقل 38% فیبوناچی ریکاوری بکنه. خب در جلسه صبح در جلسه قبل اشاره کردیم به حمایت 1862.9 و همچنین ناحیه تقاضا که قیمت واکنشی رو نشون داده، ابتدا به ناحیه تقاضا و سپس به حمایت 1862.9، اما موقعیت معامله‌گری رو نمیتونستیم داشته باشیم در این سطوح، چرا که ناحیه تقاضایی که به وجود اومده یک بار اینجا اوردرها رو فعال کرده و یک بار اینجا و این باعث شده بود که ما این احساس رو داشته باشیم که دیگه اوردرهای اینجا وجود نداره برای ورود خریداران به بازار. اما پولبک به خط 1862.9 میتونست موقعیت خریدی رو برای ما فراهم بکنه. و همچنین در جلسه گذشته، فکر کنم روز سه‌شنبه صبح بود، که اشاره کردم به مقاومت بسیار کلیدی 19.08.02 که تلاقی رو داره با 50% اصلاحی فیبوناچی موج نزولی شروع هفته که میتونه این سناریو رو برای ما به وجود بیاره که قیمت بتونه تا محل تلاقی سقف کانال صعودی و مقاومت پیش بره و از اونجا شروع به ریزش بکنه که بستگی به سنتیمنت اون روز هم خواهد داشت. پس سناریوی صعودی نسبت به نزول محتمل تره، چرا که در سناریوی صعود مانعی برای بازگشت قیمت به غیر از 18.94.62 و 18.08.26 وجود نداره و قیمت خیلی راحت تر میتونه از این مناطق عبور کنه، در حالی که برای نزول قیمت حمایت یه ذره تغییر بدیم، این رو آپدیتش بکنیم، 18.73.50 میتونه حمایت باشه برای ما و همچنین 18.62.90 هم که میتونه همچنان حمایت خوب باشه و خط روند صعودی
که میتونه مانع از نزول قیمت باشه. خب در مورد شاخص دلار همون تحلیل ها همچنان وجود داره. مقاومت 93.352 که تلاقی رو داره با ناحیه عرضه و حرکات شاخص دلار که همجهت شده با حرکات اونس جهانی و همین مسئله به ما نشون میده که طلا بازگشته به اون خاصیت ایمن بودن خودش. خب همونجور که میدونید در ماهای گذشته، مخصوصا در دوران شروع کووید 19 تا به ماه گذشته، حرکات اونس جهانی همراه شده بود با حرکات شاخصهای سهام. و همچنین مقاومتی که میشه متصور شد برای شاخص دلار نرخ 93 178 میتونه مقاومت بالقوه‌ای باشه برای صعود قیمت و همچنین حمایتی که میتونیم متصور باشیم برای شاخص دلار که من رنگ این رو آبی بکنم. کد حمایتی ما به رنگ آبی هست و 92 یه ذره بالاتر 655 میتونه حمایت کم بالاتر ببرم. 92 680 میتونه حمایت ما باشه. پس چنانچه شاخص دلار همچنان با توجه به دو سویه بودن سنتیمنت بازار بخواد به سمت بالا حرکت بکنه، باید ببینیم تلاقی رو که با این ناحیه مقاومتی داره تطابقی رو داره با نواحی که طلا میتونه باهاش برخورد بکنه یا خیر. این نکات رو در معاملات خودتون در نظر داشته باشید.